دیروز کاغذ عزیزان من به دست من رسید. 42 نفر جوان تاجیک، برادران اسلامی ما و شما، در زندان یکی از شهرهای ایرکوتسک بودیم. ماه الحمدلله که ما نماز جمعه هم میخوانیم در زندان محبس و نمازهای 5 وقته ما هم میخوانیم. خوب چی گناهی کردیم؟ البته انسان به کم بودی و به خطا نیست، اما اونها رو سوالشان از من این بود که حضرت ایشان غذایی که برای ما آماده میکنن گوشت خوک است، غیر از این دیگر ما ده کسی فریاد رس آنجا نیست، خیش و تبارها ما نیست، ما غریب هستیم. خوب برادرایی که یگان چی هم یاردم میکنن خیلی کم است. رمضان مبارک اکنون شروع می شود، آیا ما با همون غذایی که از گوشت خوک آماده میکنن، البته گوشت نمیخوریم، آب خوریم، روزه گیریم، درست است یا نه؟ الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. اللهم يا ولي الإسلام والمسلمين ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. این آیه مبارکه برای ما و شما نوید قرآنی است، نسیم فارم الهی است. فرا رسیدن رمضان و این ماه نزول قرآن و این ماه بهار قرآن خبر می دهد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا
ولتكملوا العدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. خداوند در این آیه مبارکه به بندگان خود فضیلت و بزرگی این ماه مبارک رمضان را بیان میکند و در آخر مهربانی و لطف خدا برای بندگانش که در این گرما و در این روزهای طولانی از سبب بیماری ها و از سبب مسافرت ها روزه گرفتن میتانند رخصت افطار هم میدهد. زیرا خداوند هیچگاه به بندگانش سختی را نمی خواهد، دشواری را نمی خواهد و همیشه آسانی و راحت را برای بندگانش خواهان است. ماه رمضان ماهی است که فرستاده شد در او قرآن. وقتی که کلمه ماه که فارسی است، عربی او شهر است، این ردی عقیده کسانی بود که شاید 70 سال 80 سال با تبلیغات زهراگین خود فکرهای شما عزیزان و شاید هم امروز این تو کجدمهای زیر بوریا به صورت انسان، به صورت معلم و به صورت پیداگاگ در جامعه باشد، به صورت روزنامه نگار، فکر شما را عاید رمضان ویران کنند. من خود که مکتب میانه خواندگی هستم، معلم های داشتیم
من با گوش خود شنیدم این منبر رسول خداست. به اون معلم ها دروغ نمی بندم. اونها برای ما استاد بودن، آخر که با خوب شدن، خدا رحمتشان کنه، نمازخوان شدن و مسجدی شدن و باز نماز جنازه خطی به قبرستان رفتن. لیکن در ایام جاهلیتشان مثل امروزه حکومتدارا، مثل امروزه ژورنالیستا، مثل امروزه ایدئولوگ ها، اونها هم فریب خورده بودند. برای تمسخر ما روحانیا می گفتند که رمضان 3 روز است و ملاها و ایشانها اون 3 روز گم کردند، بنابر مردم تا 1 ماه روزه گرفتن امر کردند. این تو شاید شما هم شنیدگی باشید، چرا این سخن در زبان هر کدام حکومتدارای اون زمان بود، ایدئولوگ های اون زمان بود. خدا نکنه ماه روزه که می آمد گزیته ها و خارپشتک ها چه رسم های را در تحقیر روزه و روزدارا به شماها پخش می کردن. خدا جزاشان تیاد. انشاءالله که اونها جزاشان دیدن، اونها از جامعه شرمندوار دفع شدند، اما مع الاسف حال اونها به اینهاش امروزهاش عبرت نشد. چرا کردی دو چشم عبرتت کور، کشاده می نماید لیک بی نور. چرا عبرت ز پیشینان نگیری، و زندانی جهالت تش نمیری. خداوند به خاطر رد ان همون آدم ها آغاز آیه را به کلمه شهر شروع کرد. شهر رمضان الذی، ماه مبارک رمضان، ماهی است که فرستاده شد در او قرآن. قرآن چه کتاب است؟ بارها صحبت در این موضوع شده بود. قرآن چه کتاب است؟ ایشان مولا محمود جان مفصل ساعتها در فضیلت قرآن و معجزه بودن قرآن صحبتهای داشتند. در نوارا هست، مع الاسف امروز پخش این نوارها هم منع شد و حتی فروشندگان اونها را براشان دیلی جنایی کشاده می شود. قانون جنایی جمهوری مانده باز 1 پونکت نوعی و جای داده شد، این باشد فروشی نوارهای خوابیدی های دیگری دینی و اسلامی. قرآن کتاب انسانساز است، هدی للناس. قرآن کتاب راه نشان دهنده است، مردم به خدا راهنمایی میکند، مردم به راه سعادت و خوشبختی راهنمایی میکند، مردم از راههای هلاکت و ضلالت نگاه میدارد. بنابر خدا در اینجا چه گفت؟ هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. قرآن کتاب است که آیاتش روشن است، احکامش روشن است، هر چیزی که میگوید حق میگوید، هر چیزی که میگوید برای سعادت بشر میگوید. این کتاب فرق کننده بین حق و باطل است. این کتاب جدا کننده بین حرام و حلال است. این کتاب جدا کننده بین بدبختی و نیکبختی است. کسی با این قرآن پیروی میکند به خدا میرسد، به سعادت میرسد، به خوشبختی دنیا و آخرت نائل میگردد. کسی این کتاب پس پشت میپرتاید و احکام او را نادیده میگیرد یا به مقابل احکام او قانون میبرارد، این انسانها در هر سطح و مقام باشند،
از خدا دورند، اینها به راه بدبختی و سخاوت رفتند و اینها دشمنان خدا هستند. خداوند حتما انتقامش از اینها میگیرد. و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم. خداوند بیانی روزه کرد و روزه از کی؟ برای هر کدام ما و شما خوانندگان قرآن و شنوندگان قرآن، بندگان حقیقی خدا شروع می شود. خدا گفت کسی از شما، ببینید که کسی از شما گفت، فرق ندارد او ملاست ایشان است، فرق ندارد او جوان است و پیر است، فرق ندارد او پسر است و دختر است، فرق ندارد که او پیرزن است و پیرمرد است، فرق ندارد که او بای است و کمبغل است، فرق ندارد که او صاحب حکومت و منصب است یا دهقان و کمبغل است. هر کسی خدا گفت از شما، زیرا همه موجودات این عالم مخلوق خداست و همه بنده و فرمانبردار الله است. فمن شهد منکم الشهر، بس هر کدامی از شما ماهی نو را در شب اول رمضان دید، خدا چه گفت؟ فلیصم، باید روزه دارد. این صیغه فلیصم امر است، امر بالام، امر غائب بالام معلوم است. خداوند به ما و شما به واسطه این صیغه از هر کدام ما فاعلها، روزدارها، روزگیرها، سپارش روزه گرفتن کرد. هر کسی که اقرار داره بنده خداست باید فرمان پروردگارش اجرا کند، باید در کدام سطح و مقام نباشد. زیرا این پاست و منصب ها، این ثروت و بایگری ها، این انسان هایی که صاحب اونهاست در پیشگاه خدا قدر ندارند. همه اونها برابر بنده خدا هستند، همه اونها محتاج به رحمت خدا هستند. او خدای مقتدر و توانای هست که در یک چشمک زدن همه را به خاک یکسان میکند اگر بخواهد، اگر مشیتش رفته باشد. او خدایی است که هیچ یکی از متکبران عالم از اول سر کرده تا آخر دنیا نمیتوانند به او ذره زیان رسانند. بنابر پیغمبر بزرگوار در حدیث قدسی که امام مسلم این حدیث روایت میکنند میفرماید خداوند گفته بود است به بندگانش از سطح پایانی سر کرده تا سطح بالایی: یا ابن آدم لو ان اولکم آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملکی شیئا. ای بچه آدم، ای کسی که تو خود انسان میدانی، تو خود اقرار داری که آفریدی خدا هستی، اگر همه شما از اول تا آخر، اگر همه انسان ها و جن ها پسترین و بدبخترین و شقیترین انسان روی زمین شوند هم، مثل که فرعون انا ربکم الاعلی گفت،
مثل که کارل مارکس انکار خدا کرد، خدا وجود ندارد گفت. همه اگر مارکسیست شود، مثل که حزب کمونیست میخواست همه را بی خدا کند،